سلام علیکم برادرای عزیز. ما گاو زده استودم، شما نکی گوش نکدستین. با دقت گوش کنید. من همه قدر 3 سال کار کردم، عذاب کشیدم، زحمت کشیدم، بگیم کار کردم، با من هیچی فایده نکرد. از 100% من باید 1% اومد. من 18 ساله شدم. من خودم اکنون گاو زدم. شما بسیارتون فکر میکنید که من با یکون کس یاد دستم. من خودم گاو زدم. من دیگر قطعی اکای بیروز، اکای شورا دیگر کار نمیکنم. همه قدر کار باره که من کردم همه شا او خوردن، او چردن گشتم. من هیچی. من چی؟ حاضر یکو من برای خودم و برای خودشون. انشاءالله همه کار نقض می شود.